حادثه‌ای که در مکتبمون شده گذشت به والدین بسیار تأثیر کرده است. برای آنکه به بچه‌ها تأثیر نکند، از شما خواهش استعفا را دارم. خوب میشد این کار را با دست خود کرده از این مکتب میرفتید. در عکس حال آنها با واسطه سود این را عملی میکنند. در آن صورت دیگر به شما معلم شده کار کردن امکان ناپذیر میگردد. چه کاری که خواهید میکنم، اما هیچگاه شاگردانم را پرتفته از این مکتب نمیروم. من اختیارا نمیروم. استعفا دادن من در دست شماست. چه کاری که خواهید کردن گیرید. حالا با اجازه شما من به درس میروم. خواطر نشوید. تا روز جمعه مجبور میکنم که امضا کند. چیکار کنیم ما؟ پدر و مادرم فهمند مرا میکشن. نمیدونم. خوب نشد. سرمان در بلا ماند. یک بار دیگر با مدیر صحبت کنید. ممکن این دفعه. نوح میگوید پیغمبر نمیگوید. اگر کار به گوش مادرم رسد، انا به تنتنه رو بین. به خدا قیامت رو برپا میکند. چی شد؟ سوپرمنتون شما رو نجات نداد. حالا خودش نجات نیافته است. چه خیلی به این ها یاری میداده است؟ حالا هم تو در بزنی ها؟ چی میگویی؟ شد معلم آمد. همه به جایتون بشینید. در جایتون شینید. اول به من گوش دهید. شینید. کنی گوش کنین. هفته گذشته برایم روزهای مشکلی بود، اما از همه علام‌آور آن بود که حقیقت را از من نپرسیده خودتان به خواست خود حکم برآورده مرا زیر تنقید گرفتید. شخصی که چشمش پوشیده است به او آفتاب را نشان دادن بیهوده است. میخواهم که چشمانتان را باز کنید. از روز آمدنم دلم نسبت شما باز بود، مثل امروز. در این مکتب با همه مثل برادر و خواهر رفتار میکنم. دیگر یگان خیلی مناسبتی ندارم و فکر غیر هم ندارم. دنیای من از این چیزها معاف است. یگانه حقیقتی که باید باور کنید این است:
چی فکر داری؟ با فکری من دروغ میگوید. شد همش معلوم. به مقصد رسیدیم. برای یاریتان تشکر عرض میکنم. انشالله به کار میرود. برای دستگیریتان تشکر معلمه. من تنها وظیفه‌ام را اجرا کردم. همیشه به من باور میکردید. در این مکتب با شما برای معلمه کار کردن برای من شرف است. برای من هم با شما کار کردن شرف است. استاد از مدیریت روان کردم چون که یازی درس شماست. چه واقعی استاد؟ از بیمارخانه نرگس را نیافتند به مکتب زنگ زدند. پدرش وفات کرده است. باور کردن نمیتوانم. حیران شدم. تو چی خنده آور بود؟ نرگس یک دقیقه بیرون برو. چی شد معلم؟ نرگس حاضر از بیمارخانه زنگ زدم. نرگس چی گپ شد؟ نمیدونم. اکنون من به تو چی کار میکنم؟ بی کس و تنها ماندم. دادا جونکم، دادا جو، جون دادا جو. خدا رحمت. رحمت خدا. خدا رحمت. تشکر با شما. مکانش جنت. تشکر. خدا مددگارت بود دخترم. جگر بندارم. یتیمانی بدبختی من. جای تو نزدیک ماست دخترم. هر وقتی که خواستی بیا. خدا مددگارت بود. دیگران هم باید می اومدن اما امتحان بود. بهترین دوستانم اینجویم. الکی کسانی که ناومدن زنگ زدن. بیچاره نرگس غم و اندوهی زیاد دید. وقتی که من به محل آمدم کودک بود. اکنون دخترم باز یک خودش موند. حسنیه خیلی وقت که تو رو میشناسم. میدانم حاضر وقتی اون نمیگویی، اما نرگس بیچاره از تنها بودنش اویله دور شود خوب نی میشود. برای چی میپرسی؟ برای پسرم. اسمع عقل در جایش. مگر این جای این گپ است؟ نخود همینجا پرسی این گپ را. شد اما جنگ نکن. همین خیلی پرسیدم. استاد ما از استاد کمال امتحان داریم. با اجازه شما رویم. من هم باید به مکتب روم. بعد از درس خبر میگیرم. اگر خواهی با تو میمانم. نه تشکر استاد. حسنی خاله اینجاست. التماس تو این طرفشین من نگاه کنم. التماس نگاه کنم. من همینجا رو نفهمیدم.
безор шудам аз ин имтиҳону пимтиҳон. магар талаба барои ҳамин ба дунё омадааст? азоб бин. хайр ягон фикри дигар дошта боши гап зан. ба ягон гурӯҳи хуб дохил мешавӣ, баъд чӣ хеле мехоҳӣ зиндагӣ мекунӣ. бародар, бо тинг-тинги гитор он чизи дилхоҳ намешавад. оё монанди рок ягон чизи дигар ҳаст? беҳтарин аст рок, бародар. ту чиро медонӣ? барои ман бобои Орҳан беҳтар аст. батсин бу дунё битсин бу рӯя ола турта гулане языклар олсун домамыш чинеле. бародарҳо, ба имтиҳон тайёрем. устод, چه قدری میتوانی با من روبرو نشو فهمو؟ محترم مدیر ممکن؟ مرحمت. از شما خواهش دارم که مراد و رفیقانش را این دفعه جزا ندهید. سبب این جنگ من بودم. بله، همه گناه در شماست. مرا در نزد والدین پس زدید. این خیلی نیت نداشتم. داشتید یا نداشتید مرا شرمنده کردید. باز آمده از من برای شاگردان عذر میخواهید. به من بگویید چقدر شاگردانتان را دوست می‌دارید؟ از تخمینتان هم زیادتر. به شما دو راه پیشنهاد میکنم. یا مراد با رفیقانش جزا میگیرند یا شما از این مکتب میروید. شما این کار رو کرده نمیتوانید. حق ندارید. چرا نمیتوانستم؟ مفتش بیاید گپی من میشود. من به جای پیش کردن به او امکانیتی با خواهش خود رفتن را دادم. نیکی کردم میگویم. алло, бобоҷон, ба мактаб омаданатон лозим. пешата нигоҳ кун. چی لازم بود جمال امک؟ لازم پسرم، لازم. تنجیست بدر به این طرف ها؟ میدونی که من به هیچ چیز تو را ناراحت نمی کنم. تو خودت را از ما جدا کردی. هر کس برای خود گفتی. اما تو استاد علی را زیر حیله قرار داده ای. در کاری ناحقی من خاموش نمیشینم. بدان با شما در این باره گپ زدن نمیخواهم. این کار نه تنها کاری توست. کارهایی به پدرش کرده بس نبود، باز نوبت به علی آمده. برگذشته صلوات. درباره پدری علی چندین بار به شما اظهار کرده بودم. برای غیر کار خیر گذشته را گفتن فایده ندارد. اما اگر تو این بی‌عدالتی را دوام دهی، من هم دفترهای کهنه را یک یک ورق زده حقیقت را به علی میفهمانم. بعد آن زمان همه چیز از دستت خواهد رفت. حیاتت برباد می رود جناب شفیق. پدر،
لازم نی. این طور باشد. هم از گردن علی و هم از گردن طلبه ها فرا زمانه عوض شد. جاسوس ها را از پایشان می آویزند حاضر. میدانی که خوشامدگویانت حاضر در کجاها خوابند؟ میدانی؟ تو هم با آنها بودن را نخواهی؟ گفته هایم را اجرا میکنی. فهمو؟ خودت قرار ده و نتیجهش را هرچی زودتر دیدن میخواهم. مایلش من راضی. برادر هی چی گپ است اونجا؟ استاد هیچ کار نکرده. کاغذ را با من ده. در امتحان من هیچ کس روی بردار نمیکنند. فهما؟ آنها روی بردار نیستند، سیاه نویسند. از جایت خیز از جایت. بعد امتحان هر دویتان نزد مدیر. تمام وای من نکنید، یک امتحان بوده است. چی خودت رو به نادانی میزنی؟ چی میخندی؟ کنی دف شو. دف نمیشوم. یگون اعتراض دارید؟ با من نگر. نگاه دارم. بعد نزنه دورو. نزنه دورو استاد. شد. دوام دید. پیشتان را نگاه کنید. باز استاد علی نمیبردارم دیگر. در بیرون وام میخوریم. تو رو. چی گپ شد؟ چرا حسن در استراب است مثلی که از اینجا فرار میکند؟ زیغ شده است میفهمید. درد و علم زمانه به شما نه، به رفیقانش احتیاج دارد. به حال خود گذارد او را. چرا حالا هم خبر نیست؟ از او پرسان شدم. امروز یا پگاه حل میکنم گفته بود. یک زنگ کنی؟ حاضر. خوش آمدی. سحر دیدم نبودی. نزد آذر رفتی چی؟ نه در دیگر جا بودم. در کجا؟ یک خبری مهم دارم. برادرم رو یافتم. برادری خودم رو. برادرت رو؟ چه خیل آدم هستین؟ چند سال شد مرا غم میدید. مرا شرمنده کرد. آخر وای دیوانه است. خودش رو اداره کرده نمیتواند. اداره کرده نمیتونی معلم نشو. حاضر میگفتم خودش رو هم مکتبش رو. تمام آرام شو. ما این خیل آدم عادی نیستیم که خب کنیم. بیا یک جا شینیم. از کجا پیدا شد بعد اینقدر سال؟ همه این چی در کار بود پینار؟ خواستم فهمیدم برادرم کیست، در کجاست، چیکار میکنه. خیر کی بوده است وای؟ یعنی برادرت؟ بعد اندک گفتگو فهمیدم که برادری من بعدی من او را اوله از کانادا و فرزندی قبول کردم. سالهاست آنجا زندگی میکند. اوله دار شده است، فرزنددار شده است. با او صحبت کردی؟ صحبت کردم، اما چه خیلی که میگویند مهر در چشم است. انا همون مهر رو ایست نکردم. من گفتم که اگر با ترکیه اویو میخوریم با این اهمیت نداد. صحبت رو قطع کردم. هیچ گپ نپینار. آخر ما یک اویله ایم. اویله اصلیت مایم دخترم. به این حال نگر شرمندگی شده است به حالت. اکنون به آدم مانند شدی. حوث جوانی گفته هیچ چیز نگفتم. از خود نرم. اکنون بس بودگیست. شو دختر شو. چیزی که گفتی کردم کن. پسرم آخر من میخواهم که صاحب خانه اویله شوی. همه اون ثروت من رو صاحب شوی. فهمیدم آچه فهمیدم. مالش
انا اینها را بده شد تمام دخترم. تشکر حسنی خاله. اگر شما نمیشده چیکار میکردم؟ دخترم ناجا یک چیز میگویم به تو، اما تنها پیشنهاد است. اسم خانم به تو خواستگار است برای پسرش. حسنی خاله چه ها میگویید؟ حالا وقتی این گپ مگر؟ من هم گفتم، اما میگوید که از تنها بودنش عائله‌دار صاحب خانه شود خوب نیست، هم شرایطشان خوب است. حسنی خاله بیا در این موضوع گپ نزنیم. من حالا در این باره فکر نکردم. مرحمت. خدا رحمت کند دخترم. تشکر به شما. مرحمت. دختر خواهش ندارد بیهوده زحمت کشیدید. بیبی گیتارم در جایش؟ انا همونجا. چرا به جنازه نآمدی؟ آخر نرگس هم صنفت کو. اوف نتوانستم. پسرم به لبت چی شد؟ یک حیوان زد. گیتارت دستساز است؟ نه. از کجا اینقدر پول؟ من هم با همین نمود سر کرده بودم. تو همین نوازی؟ بله. استاد سلام. مهمان قبول میکنی؟ البته مرحمت. مرگ تنها یک گذریش از این دنیای پر از غم و درد به دیار آسایش جاوید سفر کردن است. اگر جدایی را آخر وصال باشد انتظاریش شیرین است. در این جدایی وعده وصال است. این جدایی موقتی است. میدونم استاد، اما با خودم هیچ کار کردن نمیتوانم. مرگ مثل حیات حقیقت است. تمام جاندار مرگ را میچشند. مرگ دری است به دنیای ابدی. مرگ امر خداوند است. مرگ زیباست. دیگر همه زیبایی ها فانی اند. فنا شونده به بقا درمان شده نمیتواند. گریه بکن، سبک میشوی، اما هیچ وقت اسیان نکن. تشکر به شما استاد. به این سخنهای شما احتیاج داشتم. نرگس جان، تلفنم همه وقت روشن است. کدام وقتی که خواهی زنگ بزن. اگر خواهی یکشان شب با حسنی خانم بمان، با تو همدم می شود. نه استاد. باز خودت میدانی. فراموش نکن هر وقتی که خواهی زنگ بزن. کورت کوبین از امکش به جای ولسیپید گیتار خواسته است. بعد همین خیلی سر کرده است. نه میدونید نیروان گروه دوست داشتم است. کاش که خودکشی نمیکرد. اگر در حقیقت نواختن خواهی به میخانه من بیا. گروه خوبی داریم، با آنها می نوازی. براستی بهترین. کی بیایم؟ امشب شب نشینی داریم. از دست نده، بیا. حاضر. یعنی شب نشینی ها؟ بله، از دست نده. مهمان داشتید. ببخشید ناراحت کردم. نه ناراحت نکردی. مرحمت گذر. سلام علیکم. اساسا با حسن صحبت کردن میخواستم. گپ زدن میتوانیم؟ من یکون گپم ندارم. بیبی انتظار نشه، دیر میآیم. شب وا میخوریم. مایلش. ما هم میرویم آچه.
مرحمت. خرج کنیتان بازم بسیار طول کشید. خانه شوی اعتماد و باوری رو طلب می کند. اگر به من باور نداشته باشد از دستم هیچ چیز نمی آید. پگاه به انگلیا می روم. شاید در مدت آنجا بودنم عصبهایم کمی آرام شد. کازیم در کجا میگردی؟ چه خیل دیگر کس بوده است؟ در کجا بوده است؟ در کانادا؟ این خیل باشد شرنامه بیکار کرده شد. گوش کن کازیم، مرا ندیدی، نشنویدی، نمیدانی. دیگر راه نیست. باید به گفتی مادرم عمل کنم. اکا برای به دست آوردن ثروت مادرم باید زن گیری. برای تجارت پول پرسیدم نداد. اکنون مجبورم به گفته اش عمل کنم. با دختر چی می شود؟ یعنی به زنت؟ من پولم را گیرم، آن طرف چیز شود شدن گیرم، بعد زن را یک شرط زده پیش میکنم. سلام. اوه حسن، خوش آمدید. رفیقام، با گیتار نوازی نو شناس شوید. اکا آخر حالا گوش نکردید مرا؟ گروه به گیتار نوازی احتیاج ندارد. شما روید، اسباب‌ها را آماده کنید، ما حاضر میآییم. گوش کنید، این آدم رفیق همان دختر، با او خوب مناسبت کنید. برای به دست آوردن دختر او را استفاده میبرد. فهمو؟ من خواطیر شدم. خوب هستی؟ خوب هستم، تشکر. کمتر صحبت کنیم. تا این دم در کجا بودی؟ چرا فقط رو میگردوندی؟ نرگیز، اگر توانی مرا ببخش، میخواهم در نزدت باشم. آخر دل یگان کس به من نسوزد، فهمیدی؟ نمیخوام نه تو رو نه مرحمتت رو. بسیار خوب می نواختی. آفرین. تشکر. باز کوشش میکنم. وای بسیار خوب خوندی.
номи ман ҳасан. خیلی خوب. حسن بیا پولت رو بگیر. آفرین. ака дидӣ аз рӯзи аввал пул кор кардем. нағз он қадар хуб не хайравали кор. خیر بچه خونه به خونه. به همه شب خوش. تا بازدید. تا بازدید. ما کمی دیگر میستیم. کار نداشته باشی بیو. бар ту рафтан гир ман инҷо мемонам. майлаш. در این به وقتی آدمی با عقل در بیرون چیکار میکند؟ ака нагузаронида истодаем дӯстӣ охир. اگر بترسی از اینجا رو. не чаро тарсам. شما اینجا انتظار شوید. сезан? ва дидам. акнун чӣ кор мекунӣ? намедонам. شب دوام دارد. یا خدا. Sen ve ben ıslak yollar gibi sen ve ben, çılgın sular gibi sen ve ben, göçmen kuşlar gibi sen ve ben. Ama çok yalnızız, yalnız yaşıyoruz. Bak umarsız hayata karşı anlamsız. Söyle bana kim hatasız? ای خدا نبیرم را از همه گونه بلا نگهبان باش. از شر شیطان هم نگه دار او را. ای خدا. ای پسرم خونی جگرم کردی. ман хоб дорам. پسرم تا این به وقتی در کجا بودی؟ کارتان به من نباشد. چرا کارم نباشد؟ آخر پدر و مادر تو را به من امانت کردند. میفهمی؟ امانت کردند یا برای کیفیت خودشان مرا پرتافته رفتند؟ тинҷи аст ин қадар табат хира? не ҳеҷ не. маълум ки ба ту чизе шудааст. масъала наргиз? салом бачаҳо. салом. наргиз нест? не устод имрӯз наомадааст. ҳасан омад? ӯ ҳам нест устод. фаҳмо. устод камол. устод вақт дошта бошед бо шумо дар масъалаи як шогирд гап занем. майлаш чӣ мехоҳед? шогирдамон ҳасан баъди ҳамон воқеа ба мактаб намеояд.
از رفتش بعد همون شلاق زده اتون دیگر نمیآید. از یک بلا خلاص شدیم. باز چی میخواهید؟ هیچ چیز. فقط همین را فهمیدید دوره گذشت آنهاست یک عمل ناخوش به آنها تأثیری بد میرساند. خیر چی؟ با فکر شما چه خیلی مناسبت کنم جناب علی؟ استغفرالله استاد، من تنها شد جناب علی. با من یاد ندید. با شما حسابات نمیدیم. کاری خودتان را کنید. طلبه خوانده رو پرتافته باشد ما چیکار کنیم؟ گویا خوانده آدم میشود. پدر و مادرش غم او را نخورد به ما چی؟ چرا این طور کرد نفهمیدم. استاد کمال طبیعتا همین خیلی. میدونید این کارشون باری اولین و آخرین نیست. یعنی چی خیلی؟ پیش از آمدن شما نیز چند طلبه رو زده بودند. با او صحبت کردیم. فهمیدیم که این کارتون خوب نیست اما بیفایده. این خیلی نمیشود، باید چاره دید. بارها من با مدیر درباره طلبه های جبر دیده صحبت کردم لیکن بعضا موفق می شدم بعضا نه برای آن نمیگویم. اگر استاد کمال رو نفهمیم پس چرا چنین مناسبت میکند؟ حسن رو راضی کناندن فایده ای ندارد. امروز حسن رو نجات دهیم پگاه یک شاگرد دیگر مکتب رو ترک میکند. اما چه خیل میکنید؟ استاد کمال طلبتون نیست، به او فهمانده نمیتوانید. سلام بچه ها. سلام. همه میز را به من میدهی؟ سیزن این را به من ده. چی میگویی؟ نمیبینی که کار دارم؟ میبخشید. بلو موندم. نفهمیدم. حسن اینجا بیا. رفتیم. الو اویشه سلامت باشید اوریفاکا. مایلش بیایید پگاه وا میخوریم. مایلش خودم زنگ زنم. اگر خواهی تو هم به نزد ما بیا. آخر من به تو مادر هستم. همه چیز دنیا از این تنهایی بهتر است. کنی گپ زن. گروه چی خیل؟ یگان مشکلی نداری؟ نه اکا کار کرده ایستاده‌ایم. با ما یگان مراجعه داری؟ اوید به گروه یا سیزن؟ چی اکا آخی؟ چرا شرم میداری؟ مردی باقی تاریخ نگویی با کی میگویی؟ دختری خوشرویم؟ برایم حتی نمینگرد. نمینگرد. من این خیل ها را میدانم. اگر خواهی سیزن را برایت راضی کنانم. اکا شوخی نکنید. شوخی نه جدی میگویم. بهترین تو اکا. اما تو برای من یک خدمت میکنی. میلش بفرما. چی خدمت؟ میدانی که من با نرگس کار دارم. فهمو اکا. بفهم که کار حل شد. آفرین. از روز اول فهمیدم که تو کارچلانه. الو حسنی خولا خانه مادرم میروم. طاقت تنهایی ندارم دیگر. اگر یگان کس آید میگوید بعد به شما زنگ میزنم. مایلش تو باز دید. اوچه
شما رو یاد کردم. من تو یاد کردیم. برای شما جانم رو فدا میکنم. کنی بسیارم روید، دست رویتون رو شوید، از راه آمدیم. دخترم راستی وقتی این گپ نیست، اما باور کن دیگر چاره ندارم. چی شد؟ اینجا مدان ها برای چی؟ میدونی من در شرکت دوزندگی کار میکنم. این شرکت با یک تئاتر شرطنامه بسته است و با هیئت تئاتر ما را نیز شهر به شهر میگردم. شهر به شهر؟ بله، 4 طرف ترکیه را میگردیم. اگر کودک ها را همراه گیرم خراب و خزان میشوند در این راه های دور و دراز. فهمیدم. خیر مجبور باشی اگر البته باز خودت میدونی. از دستم چیزی آید برایتون روان میکنم. من با خواهر و دادرم میشوم، همینش کفایه. سلامت باش. تشکر. بیایید. من گوش نشدم. این دار باشد خوراک میپزیم. رفتیم. گرفتم بابا جون، گرفتم. می آیم. تو بازدید. استاد اوزان سلام. سلام، چخیر شما؟ تشکر. شما چی؟ ها. استاد اینها هیچ چیز رو عوض نمی کنند. اقلا فراموش میکنند هیچ نباشد. یک چند وقت بعد چی؟ همین. اما با آدم نه امید میمانند، نه هوس، نه ذوق زندگی. اجازه دهید هم پینور هم استاد علی با شما صحبت کنند. معلمه نمیخوام حتی نامشان را شنوم. نه تنها پینور را بلکه تمام شیرینی های حیاتم را از دست دادم. دیگر فقط اینها ماندن. تمام. شب خوش. یگان چیز میخواستید؟ نه، یک چیز پرسیدنیم بابت همون گیتار نواز سفید پوش. شاید معشوقه همون دختر باشد. از کجا دانم؟ نه به فکرم پسر از قفایش است، اما دختر اهمیت نمیدهد. برای چی؟ نه هیچ چیز. اون پسر رو از کجایی میشناسم، برای همین مایلش. اپا دیگر با خونه اوچه همون نمیرویم؟ نه جانم، اون از ما می آید. دادم چی دیگر نمی آیم؟ اکنون از که پول میگیریم؟ یگان روحش رو میابیم. شما این رو فکر نکنید. اپا من مکتب نمیروم. میروی محمد جان. این چی گپی گفتگیه؟ اما اوچم گفت که برای مکتب رفتن بسیار پول در کار است. این خیلی باشد من نمیرم. اکم رود. هر دوتون میروید به مکتب. دیگران چه خیل میروند؟ شما نیز همین خیل میروید. میروید، اما چه خیل میروید؟ رفیقان 10 دقیقه تنفس، بعد باز دوام میدهیم. تشکر. ببخشید
یک چیز پرسیدن میخواهم. آید گروه متال معلومات گرد میآورم. کاری علمی. یعنی یک چند سوال دارم، پرسیدن ممکن؟ اونقدر معلومات ندارم. خیر مایلش پرس. فقط که تو حقیقت وقت ندارم. چند سخنی درباره خود میگفتید؟ به این نمود موسیقی کی مایل پیدا کردید؟ به اینجا کی آمدید؟ نامم سزن، 19 سالم. بسیار هوی متال گوش میکنم. کاری که اینجا سر کردم پیش وقت در مکتب. نه این رو نپرسیدم. من آید خودتان پرسیدم. کار علمی هم کمی معلومات شخصی را میطلبد. آید شخصیت رامشگران و هنرمندان. فهمیدم. من مثل همه عادی به پایان رسیدم. بعد در مکتب با گروه متال رغبت پیدا کردم. آواز خوب داشتم. مکتب رو ترک کردم. با رفیقانم گروه ترتیب دادیم. من همین خیلی. پدر و مادرتان راضی بودن؟ میدانی چی؟ مادرم خونشین، پدرم باشد معلم. معلم؟ چی؟ مکتب رو ترک کردنی دختری معلم عجیب نماید. اما اگر پدری تو هم مثل پدری من میشد تو هم ترک میکردی. بس ایسل، بس! در اصل تو بس کن. برای کسی نگاه کردن نمیتوانم دیگر. در کجا سرم رو برداشته با کسی گپ زدن نمیتوانم. چیکار کنم؟ بگو چیکار کنم؟ یک دختر رو زاهده کردن نتوانستن، گفتن همه با ما پسند میزنن، حتی سلام نمیدهن. چرا با من داد میزنی؟ من رو پیش کردم. اگر تو رو نمیزدی دختری بیچاره از خانه نمیگریخت. بگو تو درباره من فهمیدن میخوای یا درباره پدرم؟ میخواستم بفهمم پدرتون حالا هم معلمی میکنند؟ بله، در استانبول در لیسه بالات. لیسه بالات؟ بله. یگان کار کن آخر. تو چه خیلی پدر هستی؟ وجدان نداری. آخر وای فرزندی تو هست. تو ایسل با من ساز گپ زن. با عصبم نرس. برای تو شده من هم دخترم رو نمیبینم. روز نیو تشنه است. چه حال دارد نمیدانم. 2 سال میشود که دخترت به خانه نمی آید. برای تو، برای که به تو نفرت دارد. با یک دختر پدری کردن نتوانستی. فرزندت رو در کجاها پرتافتی؟ ایسل گپت را دانسته زن. اینی برای پدر بودن دل و جگر در کار. دل و جگر. ایسل حیف تو. این چی کاری کرده؟ مثل سیزن من رو هم از دست میدی. کمال کار کرد؟ چی بود؟ هیچ چیز نه. تشکر میگویم. بعد با صحبت میکنیم. موسیقی رو خاموش کنید. موسیقی رو خاموش کنید. این پلیس ها از کجا آمدن؟ رفیقان همشون اسمش رو برابر تفتیش میکنیم. شخصون شبهنان رو گرفته برید. با دقت باشید. همینش نمیرسید. انا سگ‌های بویگیر هم آمدند. گفتن در رفتیم. بیاد میرویم. مرحمت محترم پاریس. هر اوی ساگرزم چی؟ تو والینها رو اینجا قبول نمیکند. اینجا چیکار میکنی؟ کمی کار داشتم، کاری مهم. چیکار داشتی؟ کنی بگو. در شعبه پلیس صحبت کنیم میشود؟ البته میشود. خوب میشود. قدر بسیار استادم. اوف جناب پاریس باز چی شد؟ انا رفتن. اکنون کارها خوب شده بودند. این بلا از کجا آمد؟ انشالله که حسن نشناختگی است. خب که در یاد این آدم هم نرسیدم. چیزی گفتی برادر؟ نه من هم تو خود به خود. بچه ها همه تون والدینتون رو چک زنید. به آنها سپارده می شوید. سیزن چیکار کرد عجبا؟ او رو نآوردن. در خانه است حاضر. خیریت در این جایها حیف میشد. با یگان پرونده جنایتی نگشایند.
در وقت گرفتن نقطه نو باز به اینها کشاکش نکنیم. یگان پیشروی هست در این کارا؟ نه. همون بچه گیتارزن هست کو در گروه حسن. همون خرابی نه؟ بله، او را انتظارم که کی دختر را راضی میکند. این را حل کند کار هم حل میشود. این چه خیل کار؟ برای گرفتن ثروت باید خواندار شوی، باز با آن دختری که دوستش نمیداری. همان عقیده‌های کهنه آخر. پگاه جواب میداد اگستنده؟ نه، جواب نمیدیم. یک کس دیگر بیاید؟ آمدم. مرحمت کمیسر، این شهادتنامه معلمیم. حقیقتا معلم. استاد شما در این جا چیکار میکنید؟ برای دیدن یک شاگردم آمدم. باید مسئله رو حل میکردیم که شما آمدید. کدامشان طلبتون اینجا بیاریم؟ نه مسئله حل شد. خودتا میدانید. اما این باید به ما هم خبر دید تا که به اینجا شما را سرگردان نکنیم. ببخشید، این جایها برایم بیگانه است، از این سبب ندانستم. پسر و شرمنده، با این موی سفیدم مرا به اینجا هم آوردی ها؟ خوب شد، اقلا در پیریت این جایها را دیدی. من به تو نشان میدیم. حالا ایست به پدر و مادرت خبر میدیم. گفتن گیرید. تو هم شرم نمیداری؟ همین خیل به امانت صاحب میبرایی، به مکتب هم نمیرفت است. شد اکنون واهیمه نکنید. دمت را گیر کنی زود پشت را. من کار دارم، شما روید. چی کار داری؟ بیبی آخر کار دارم میگم. ایستادی خاله مانید، من خودم با او گم میزنم. من چی کار میکنم با این بچه؟ قوتم نمیرسد. اکا میبخشید، بیبی هم اینقدر به شما گپ‌های خبر گفتم. هیچ گپ نه، پیران همین خیلن و همه کار دارن. تو مسئله نرگس را چی کار کردی؟ کنی گپ زن؟ امروز نزدش میروم، پروا نکن. آفرین، سیزن چی خیلی؟ همان خیر، حالا هم به من نگاه نمیکنم. گوش کن، این خیل دخترها مثل خودشان پسر میکابن، یعنی آنهایی که به کسی گوش نمیکنن هیچ کس را پسند نمیکنن. تو هم این خیل شو، تمام، سیزن از خودت. چه کنم؟ رو، گوشوار کن، زنجیر بند، وشم کن، نشان ده که بچه زمانوی. معلش شکر، اگر تو نمیشونی من چی کار میکردم؟ پول داری؟ دیهم 20 لیره دارم. نمیرسد، من میدیم، زیخ نشو. اپا شکلات نیست؟ نه جانم، تمام شد. دیگر در بوفت کار نمیکنم کو. یک چند وقت صبر میکنید. اپا نونپزمون گفت که دیگر قرض نمیدید، پول بیار میگوید. شد محمد جان، حل میکنم. اپا جان ما دیگر شکلات نمیخریم. صالح امک، خوش آمدید. مرحمت. نه تشکر دخترم. میدونم وقتی اون نه، اما اجاره پولی را پرسیدنی بودم. من تماما فراموش کردم. دخترم میدونی که من از پولی همین زندگی میکنم، داروهایم. فهمیدم صالح امک. اگر داده نتوانی من یگون چورش را میبینم، خواطر نشوی. خدایا من چی کار میکنم؟ خبری خوش؟ چی؟ پدرم از فکرشون گشتند. بابایم چی گفتن نمیدونم، لیکن همش خوب شد. معلمه، حالا درسی استاد حسن شما میدارید باز؟ آن کس نیستند. اجازت داشتند. مایلش میآیم، درسی من نباشد هم میآیم. برای استاد آزن بسیار زیغ شدم. خودم را گناهکار می‌حسابم. با کمتر وقت دهیم استاد. هیچ نشد من یگان چاره میاندیشم. از نرگس خبری هست؟ بله،
خواهر و دادرش باز نزش برگشتن. به او کمک لازم است. بابت او فکر میکنم. یک جای فکر میکنیم. چیزی در کار باشد من میکنم. با اجازه شما درس دارم. تا بازدید. تلویزیون رو فروشم 2-3 تنگه می شود. این رو سی گویم کودک حاضر می شوند و خیچه ایلاج. یخدان، ماشین جامشویی، تلویزیون. همش رو فروشم، حتی پول اجاره نمی براید. بعد چی می خوریم؟ چی می پوشیم؟ خدایا کاش یگان خبری خوش باشد. مرحمت. سلام، ما از بیمارخانه که جناب یشر آنجا توبت کرده بودن آمدیم. شما دخترشان میشوید؟ بله من. پیش از همه خدا رحمت کند و بعد گفتنی هستیم که برای جناب یشر تمامی مصرف طبی کرده شده است. تشکر. سبب آمدن ما آن است که برای سپردن پولی مصرف شما یگان تاریخ معین نکرده اید. آن را فهمیدن میخواستیم. من میدونم ممکن است اول فهمیم چقدر مصرف شده است. مصرف داروها برای جای خواب و جراحی همش 30,000 لیره میشه. چند؟ 30,000 لیره. میتوانید 30,000 را با طور کردیت هم سپارید. چه کردیت؟ من تمام عمرم سپاریدن نمیتوانم آخر. این طور باشد با راه سود حل میکنیم. من چیکار میکنم؟ چی میشود؟ گوش کن دخترم، چیل میکنی نمیکنی این پول را سپار. اگر کارت به سود افتد در بالایش فایز جمع شده باز مشکل تر میشود. آخه شما دیوانه شدید. نیست میگویم، پول نیست. خب میلش، از دستمون هیچ چیز نمیاد. خدا مددگار است. بیو رفتیم. خدایا من چیکار میکنم؟ استاد، سحر شما را میگفتم ولی یافته نتوانستم. کمی گپ داشتم. اگر گپی همون طلبه باشد؟ نه. دیروز با یک دختر شناس شدم. نامش سیزن. نمیشناسم. استاد این طور نگوید. آخر وای دختری شما. کاری شما با او چی؟ باید به همه چیز کاردار باشد. احوال دخترتون تماما خوب نی. گوش کنید استاد علی، بس بوده که قهر ما را بازیدن. از حیات یگان چیز نامختنتان معلوم. دنیا به شما بر اینو احتیاج ندارد. استاد اگر خواهید او را به نزدتان بیارم. کارتان با دختری من چی؟ نامش را دیگر به زبان نآورید. فهمیدید؟ هیچ کس به یاری شما محتاج نیست. فهمو. حسن؟ سلام نرگس، ممکن؟ البته مرحمت دارم. با جنازه آمدن نتوانستم. گفتم یک خبر گیرم. خدا مهربانیت رو زیاد کرده است چی؟ این طور نگو. من دوست روزی سختم. من رو حالا هم نشناخته. میلش الهو همین خیل باشد. گریه کرده ای؟ چی گپ شد؟ باز چی شود؟ همه چیز رو برو اومده ایستاده است. صاحب خانه پول اجاره رو پرسیده ایستاده است. بیمارخانه 30,000 لیره. ویش اینش دیوانه شدم. شد نرگس جان، شد. به همه در دوای هست. زیر نشو. پیش از آمدنت خواستم با استاد علی زنگ زنم. شاید یگان توصیه میدهند. بس بودگیست استاد علی را غم دادن. بیچاره با درد خود سرگردان. راست و آخر ما برای چی اینجا ایستاده ایم؟ بودگیست یگان راهش. مرا نمیبخشد. از اوی ناجا قهر کردم آخی. اکنون خودت را گناهگار مپندار. راست. حاضر وای خودش متهم دارد. کمتر صبر کن. همش خوب می شود بعد. بله راست.
ҳамаш хуб мешавад, мебинӣ. аммо ман ӯро дар вақти вазнинии ҳаёташ танҳо гузоштам. интизор мешавӣ мурод, дигар чора надорӣ. чӣ қадар якравӣ кунӣ ҳамон қадар аз ту мегурезад. акнун фаҳмо? бародар, лекин ҳасан хуб аз мо канда карданд, дигар наменамояд. тамоман дигар одам шуд. ҳамаш ба хотири ҳамон камоли аблаҳ аз номаш нафрат дорам. ба фикрам дили ҳасанро ҳамон духтар бурд. вагарна ман ҳасанро медонам, ӯ ин хилвача нест. аммо ошиқ шуда бошад, агар тамом чашмонаш кор мешавад. دخترکم، دختر جانم، جانک من. همینجاست؟ نه دخترم، نه، در مکتب بیو. گرسنه جانکم، یگون چیز تیار کنم. کنیستا برایت چی شد؟ هیچ چیز نه، شب در تاریکی ندیدم. این رو همون حریف کرد؟ نه دخترم، نه. حالا همه رو پشتیبانی میکنی. نمیفهمم ات رو میزند تو باشی. چیکار کنم؟ مثل تو خانه رو ترک کنم؟ این درجه رو نمیفهمم. حالا ایستاد برای همه کارهایش جواب میدهد. سیزن، سیزن، ایستو. سیزن کجا میروی؟ ایستو. آفرین، بین اکنون با آدم مانند شدی. تشکر اکا، همش با منت شما. خیر، کنی گپ زن. احوال نرگس چه خیلی است؟ اکا، دختر در غم. بعد وفات پدرش آدمی کارکن نیست در خانه‌شان. دادر خواهرش هم آمدند. باز قرض اجاره و مصرف بیمارخانه تماما بی‌تاب. یعنی وقتش است میگویی؟ بله اکا. حاضر به تو بر اینها سخت احتیاج دارد. با فکرم وقت را دقیق دانسته این کار را حل کن. مادرت را یک بار دیگر روان کن. راضی کنند، فهمانند. چی قدر تیز کنی همان قدر خوب است. فهمو. از این یک توی دیگر بریز. از همین؟ بله. لیمونش را کم انداخت. بسیار انداخته ای. خوب شد. میبخشی نرگس، کمی دیر موندم اما میدانی کاروبار. نه عارفکا، هیچ گپ نه. چای دم کنم؟ نه، تشکر، باید روم. برای دادن این آمدم. این چیست؟ پدرت داده بود، گفته بود که اگر به من چیزی شود این رو به نرگس رسان. به فکرم وصیت است. تشکر عارفکا. بعد میخونی. اگر به من چیزی نوشته باشد میگویی. میلش من رفتم. دخترم نرگس جانم، به تو نه مال نه ملک مانده توانستم. دان که اگر از دستم می اومد برای دنیا رو می خریدم، اما نتوانستم. از من به تو تنها دادر و خواهرت مانده است. محمد و عایشه را نگاه بین کن دخترم. خانم کلام کن. دیگر رویم نمی شود که از تو چیزی دیگر خواهش کنم. خواهش یگانه هم همین است که آینده خواهر و دادرت به تو امانت. آینده آنها از همه چیز مهم است. شما رو دوست می دارم. پدرت یاشر. الو؟ اوچه نزد نرگس می روم. تو تیار شو. پگاه خواستگاری می روی. خیر، تا دیدار. سلام. سلام. چی شد؟ تابت خیره نموید؟ یا اون کس خفه کرد چی؟ نه
اصلا یک واقعه شد. با کجا می رفتم که گپ پرتافتم، جمع کردیم. کی؟ گوی دهانو بینیشون رو زده میشکنم. آن همون بچه های نزدی مکتب هستند که آن همون ها. من حاضر با آنها نشون میدهم. نه من خودم جزایشون رو دادم. سیزن راستش رو گوی. هیچ گپ نی، خواطر نشم. کنیز گوش برداری؟ بسیار زیبید است، عجایبات عالم. رحمت بین وشم هم کردم. آمدم. سلام. در آمدن ممکن؟ حسنی خاله درباره من گفتگی است. تنها 1-2 دقیقه وقتتان را میگیرم. وضعیتتان را میدانم نرگس. درباره شما، درباره دادر و خواهرتان، قرضهای اجاره و بیمارخانه، همه‌اش را میدانم. از کجا میدونی؟ مهم نیست. مهم وضعیت شما. به شما تکلیف. با من خانه‌دار شوید. کمبودی‌هایتان حل میشود. قرضهایتان را میدهم. حیات کودکان خوب میشود. دروغ میگویی. برو رو از اینجا. صبر کنید. توی سنئی می شود هم حیات شما و هم حیات من نجات می یابد. تو چی ها میگویی؟ گوش کنید. مادرم این را می خواهم. ما به یکدیگر معقول نیستیم. اما این کار را کنیم هم شما و هم من نجات می یابیم. شما پولتان را می گیرید. حیات ما نجات می یابد. حیات تو چه خیلی نجات می یافته است؟ لیکن سوال می دادید. آن طرفش کاری من. به تکلیف من راضیید یا نه؟ گوش کنید. به شما دست نمی رسانم. در کجای خواهید زندگی کردن گیرید. بعد جدا می شویم. به مادرم می گویم که همدیگر را نفهمیدیم. مادرت رو بفرست. امشب بهترین بودی. تشکر. تو هم. حاضر چی کار میکنی؟ نمیدونم. خواهی به خانه من میرویم؟ براستی؟ بهترین. رفتیم. یک جوی میبرویم. شما روید. من میایم. فهم تا بازدید. وای وای وای. حسن چی کار کردی؟ چی کنی واقعا؟ همه 100% کارهای تو چی خیل؟ همه 100%. کارهای ما خوب. اگر استید برای تا یگان چیز تشکیل میکنم. نه ما میرویم. تشکر. مایلش. این چی خودش؟ چی معقول نشد؟ نه بسیار زور. طرز خودم برای این. گذشته شین. من یگان خیرک تیار کنم. نه اشکا من بیا اینجا شین گپ دارم.
از روزی که تو رو دیدم در حیاتم نسبتی کسی این خیلی حس نکرده بودم. چی خیلی حس؟ یعنی همین طور وقتی تو رو میبینم دلم شاد میشود. بسیار وقت زبانم میگیرد. تو چی گفتنی؟ شرم ندار، بگو. من تو رو دوست میدارم. من هم نسبتی تو بی‌پروا نیستم، اما یک مشکلی دارم. چی بوده است؟ پدرم او ما را به حال خود نمیگذارد، میزند، اینجا میآید، وقتهای آخر باز بسیارتر میزند. نه، اگر یک جویا شدنمون را خواهی ادب او را دادنت لازم. تنها بعد از بین رفتن او ما میتوانیم راحت زندگی کنیم، چه خیلی که خواهیم. باز ناآمده است. خدایا نبی رحم را نگهبان باش، تماما عقل ندارد. رفیقان، من از مکتب میروم. خیر خوش کنی آمدم. استاد چیکار کردنتان را میفهمید؟ دیگر اینجا کار کردن نمیتوانم معلمه. با خودتون جبر نکنید. روابط بین استاد علی و پینور خانم اون چیزی که شما میپندارید نباشد. خیلی گوش کردم. به خاطر آورید استاد علی چرا گذشته پینور رو پرسیده؟ جستجوی کردن خواهرشون، گذشته پینور، این همه با یگون چیز دیگر احتمال نمیدهد مگر؟ اکا و خواهرم دستهای درد رو نبینن. اوش شود. تشکر. اوش شود. رحمت. پسرم، از حسن ما خبر نداری؟ راستی نمیدونم، تماما ندیدم. جوان گفته هیچ چیز نگفتم، اما وقت پیشگیری هم آمد. اگر دلی او را به دست آوردن خواهی گپ میزنی، تا مردنت بخشش میپرسی مرا. شما برگشتید؟ مراد اکا مهمان داریم. اکا باپام خوشگار آمد. نرگیز، چی گپ است؟ کودکو کنی شما درون دروید. چی گپ است آخر؟ نرگیز، معلم علی. مراد. استاد، به نرگیز خواستگار آمده است.
имрӯз рафта бо ӯ гап задан дар кор. Кани бинем дар ҳақиқат ҷиддӣ аст. рафиқон, ман шуморо мекуфтам. вой бародар, ин чӣ аҳвол? мисли занҳо шудаи-ку? чӣ кор кардӣ, а? монед ин шӯхиҳоятонро, рафтанамон дар кор. зуд кор аст. чӣ кор? ака, бинишиканӣ меравем. дар роҳ мефаҳмонам. падари арӯси маро мезанем. чел арӯз? арӯзам пайдо кардӣ? бачаҳо, вақти шӯхӣ кардан нест. меравед ё намеравед? меравем албатта. бародарамон мушкилӣ доштааст. ёрӣ намедиҳем. салом алейкум. салом. ва алейкум. як дақиқа мумкин? наргиз, медонӣ чӣ кор карда истодаӣ? медонам устод. ин одамро намешиносӣ ҳатто. мақсадам шинохтану хушбахт шудан нест. маҷбур шудам устод. яъне ин чӣ маъно дорад? устод, бисёр чизҳоро намедонед. дигар чора надорам. خدایا التجا میکنم از فکرت برگرد. тамом ака, фаҳмидед? ҳа? сезан падарашро нишон медиҳад, мо даҳону бинияшро мешиканем. шуд, фаҳмидам. ин ҳамон биное нест ки он рӯз омада будем. ана ҳамон одам, падари ман. муаллим Камол?